بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. دوستان صاحب دل و شنوندگان ارزشمند بزم شاعران، بار دیگر به مهر شما بزمی آراسته‌ایم و برانیم که به مدد طبع سخنوران و سرانگشت نوازشگر هنرمندان ساعتی پرشور و حال را بگذرانیم. شاعران همبزم این هفته عبارتند از آقایان عبدالله الفت و علی اکبر دولفی، آقایان ایرج، اسدالله ملک، فرهنگ شریف، منصور سارمی و محمد اسماعیلی هم در این بزم هنرنمایی خواهند کرد. بیان کنندگان اشعار عبارتند از خانم فرخنده و آقایان رضایان و مانی و آقای عبدالحسین فهیم طبق معمول عهدهدار تهیه برنامه هستند. حالا پیش از شروع هر گونه صحبت قطعه شعری از دکتر محمد علی اسلامی است که خواهش میکنم آقای رضایان آن را بیان کنند. عنوان این قطعه شعر هست شب آخر. شب آخر دوان دوان رفتم تا ببینم به آخرین بارش. نرم نرمک زدم به در انگشت، کردم از خواب ناز بیدارش. شب مهتابی غم انگیزی، ماه آهسته در چمیدن بود. اندکی سرد و اندکی دلکش، باد پاییز در وزیدن بود. آمد آسیم سر برون ز اتاق، لرز لرزان و مست و برهنه پا. گفت با ناله‌وار آوایی، راستی رأی رفتن است تو را؟ مانده عریان برون ز جامه خواب، آن بر و بازوان و دوش سپید. اندر آغوش ماهتاب خزان، از دم باد سرد می لرزید. اشک گردنده حلقه بسته به چشم، شرم بر گونه های سوزانش. تنگ در گردنم حمایل کرد، ناگهان بازوان عریانش. لحظه ای چند خیره ماند و خموش، نگه خویش بر نگاهم بست. آه دیدم که آن نگه می گفت رشته وصل ما گسست، گسست. گفتمش نازنین خدا حافظ، لیک او خیره ماند و هیچ نگفت. موجی از گیسوان خود بگشود، و اندر آن مهر و درد را بنهفت. چهره‌ای روی چهره‌ای افتاد، چهره‌ای روی چهره‌ای افتاد. تپش هر دو دل فزونتر شد، بازوانی فشرد و کرد رها. اشکی افتاد و گونه‌ای تر شد.
خب حالا پیش از این که بپردازیم به شعر شاعران، از آقایان شریف، ملک و سارمی و همچنین آقای اسماعیلی خواهش میکنم 4 نفری با هم یک قطعه کوتاهی بنوازند تا با حال بیشتر برویم بر سر شعر شاعران. خیلی متشکریم از همه آقایون که به شنوندگان عزیز حظ و لذت دادید. خیلی متشکرم. خب آقای الفت، بله دیگه نوبت شماست، چون میبینم که سنتون 10-15 سال از آقای دولفی بیشتره. به همین جهت اول از سرکار تقریبا همین جوراست. همین جوراست؟ بله. خب بندم که عرض کردم همین جوراست. بله. سن ما معلوم نیست آخه. چون خود بردم نمیدونم چه متولد چه سالی هستم. چطور؟ نمیدونم. واسه اینکه میگه ای خواجه درازید رسیده است به جایی که از اوج سماوات به گوشت برسد صبح. گر سن تو چون قد تو بودی درازی تو زنده بماندی و بمردی. حالا بنده زنده موندم و شاید ملک الموت مرده. میدونی چرا است که های الفت کرد؟ اینجور که ایشان میفرمان مثل که برای اینجا ما رو کشید. میدونی چرا است که؟ نه از انوریه دیگه. خب حالا خواهش می‌کنم پس شعری بفرمایید. بله. خاطره‌ای بفرمایید اول اگر دارید. حالا بنده یه خاطره‌ای که چه از کنم بهش میگه خاطره یا نه، چیزایی دارم که حالا عرض میکنم که امیدوارم مقبول تر واقع شه. یکی از شاعران شهرستانی سال گذشته آمدن تهران. البته ایشان یه چشمشون نابینا بود و از نعمت بینایی محروم بود. ایشان با ما آشنا شدن و طی جلساتی که ما رفت و آمد داشتیم و اینا کم کم باب مراوده ما باز شد و گاهی می نشستیم پیش هم مباحثه می کردیم، ارتجالاً شعری می گفتیم، بحثی می کردیم، تا اینکه یه روز که منزل ما بود پیشنهاد کرد، گفت بیا یکی یه رباعی بگیم که هم جنبه نفرین داشته باشه و هم جنبه دعا. بله. البته من قبول کردم و ایشان قلم به دست گرفتن و نظرم میرسه که رباعیش این باشه. بله ساخته بود که ای آن که زبار عشق جانت فرسود. ای آن که زبار عشق جانت فرسود، پیوسته در آتشی تو از چشم کبود. ای کاش که عمر دلبر دلبندت چون موی تو و عمر تو چون مویش بود. بسیار بسیار. پس از این رباعی بنده جوابشونه دادم به این رباعی. البته دوشینه مرا همسخنی مهمان بود، کورا زد و چشم
در یکی نقصان نقصان بود. گفتا ز خدا بگو چه خواهی؟ گفتم ای کاش که هر چشم تو یکسان بود. بله یکسان بود. یا خدای نخواسته هر دوش نابینا میشد یا هر دوش بینا. بسیار بسیار خاطری بود که بنده دارم. بله یک رباعی هم که من بیت بعدش رو یادمه، بیت آخرش رو از ابوالقاسم حالته که کمدی ساخته بود به اصطلاح فکاهی. گفتی که به راستی قدم چون دار است، بادا سرت ای نگار دائم گله دار. حالا گویا سر رو تنت باشه یا سرت بره بالای دار. به هر حال اون مدح و ذم در رباعی شاعران سابقه داره و حضرت علی هم خوب ساخته بودید. آقای الفت، بله حالا بپردازید به شعر جدیتون. بله. چی برای شنوندگان هدیه آوردید؟ والا بنده یه غزل و یک دو بیتی پیوسته بله که قرار اون غزلش خودم میخونم. بله و اون بله یا خانم فرخنده. بله خانم فرخنده خواهش میکنیم که زحمت بکشن واسه بله شعرتون رو بخونن یا آقای رضاییان. خانم فرخنده میخونن. بله. حالا بنده غزلم میخونم. خواهش. از بس امید زیست به دنیا نداشتم، یک شب چو شمع چشم به فردا نداشتم. چون غنچه ای که طفل زمانش ز شاخه چید، جز خنده های تلخ به لبها نداشتم. در دامن نگاه تو آویختم چو اشک، رفتم به کام شعله و پروا نداشتم. جز غم چه گاه گاه زد آبی بر آتشم، از هیچ کس امید تمنا نداشتم. گر همچو جام خنده به لب داشتم ز شوق، جز در پناه گریه مینا نداشتم. بیچاره من که چون به سرم آمدی چو عمر، از شور گریه تاب تماشا نداشتم. چون مرغ شب به دامن شبهای انتظار، جز ناله خدایا نداشتم. در موج اشک غوطه زدم و سبکسری پروایی از تلاطم دریا نداشتم. یک دم به دامن تو نشد آشنا لبم، بخت غبار دامن صحرا نداشتم. الفت به جز هراس و امید از 2 روز عمر، چیزی به یادگار دریغا نداشت. خیلی متشکرم. خب خانم فرخنده به شما محول شد که دومین قطعه شعر آقای الفت رو بخونید. خواهش می‌کنم. اجازه بفرمایید که آقای سارمی با سنتور شما رو همراهی کنن. خواهش می‌کنم. دیدمش دوش در ره گذاری، آنکه عمری ز من بی خبر بود. سردتر از تن شمع خاموش، گرم روتر ز باد سحر بود. دیدم او را و از دیدن او در سراپای من لرزه افتاد، همچو اشکی که بر گونه لغزد یا نهالی که می لرزد از باد.
زهر غم ریخت در کام جانم آن لب بوسه خواه هوسخیز. کرد برپا به هر سو قیامت آن خرامیدن فتنه انگیز. موی زرین او در کف باد چون دل خویش بیتاب دیدم. نرم و لرزان به دوشش تو گویی عکس خورشید در آب دیدم. چشم چون اختر تابناکش رنگ صد فتنه از آسمان داشت. بود چشمش چو آبی که آن آب سبزه خرمی در میان داشت. سرگران نرگس مست نازش غرق دریای غم ساخت ما را. ای دریغا که آن گوهر عشق دید ما را و نشناخت ما را. زنده شد خاطرات گذشته در دل آرزو پرور من. یادها ذره آساز هر سو رقص کردند گرد سر من. بسیار بسیار. یادم آمد ز روزی که با او سر به دامان صحرا نهادیم. چون دو مرغ سبکبال وحشی زیر پر آسمان ها نهادیم. در میان گلان شاخه گل رفته از خویش در دامن من. دست من حلقه در گردن او، دست او حلقه در گردن من. یادم آمد از آن شب که تا صبح خلوتی داشتیم و دمی خوش. در سکوت شب پرستاره داشتیم از وفا عالمی خوش. چون گلی که از نسیمی شکوفد چهره‌ای باز و نازآفرین داشت. پیکر صاف مرمر تراشی چون دل عاشقان آتشین داشت. خواستم چون در آن شب نبیند چشم اغیار ما را هماغوش، از چنان بستر گرم و سوزان خواستم تا کنم شمع خاموش. ناگهان دیده چون باز کردم غیر نقشی ز رویا ندیدم. غیر عکسش در آغوش سردم در بر خویش کس را ندیدم. بود خالی اگر جای آن ماه عکس او بود در بستر من. باز می دیدم آن عکس زیبا، باز می دیدم آن عکس زیبا خنده می زد به چشم تر من. آفرین آفرین آفرین. خب میبینم که آقای ایرج بعد از شنیدن شعر آقای الفت آمادگی برای آواز پیدا کردن. بله آقای ایرج؟ بله. خب امروز چه تحفه تازه‌ای برای شنوندگان آوردید؟ امروز میخوام چند بیت شعر در مایه بختیاری بخونم. در مایه بختیاری؟ بله. توضیحی درباره این آواز ندارید؟ نه خیلی دیگه. همین؟ بله. هیچ، هم بختیاری کافیه؟ بله. خب قطعه دلانگیز و شورانگیزی خواهد بود. خب آقای ایرج همه آماده شنیدن هستیم و آواز شما رو خواهش میکنیم که آقای ملک همراهی بکنند.
نشاطانگیز و ماتم زایی ای عشق، عجب رسوا کنو رسوایی ای عشق، چه دلهایی ز تو دریای خون است، چه سرخاک است تو صحرای جنون است. خوشا عشق و خوشا ناکامی عشق، خوشا رسوایی و بدنامی عشق، همان جا خوشا بر جان من هر شام و هر روز جان، همه درد و همه داغ و همه سوز
خوشا عاشق شدم اما جدایی خوشا عشق و نوای بی نوایی خوشا عشق و نوای بی نوایی قبل از اینکه از آقای علی اکبر دولفی خواهش کنیم برنامه خودشون رو شروع کنند، از آقای مانی خواهش میکنیم که قطعه شعری رو که تقدیمشون میکنم و ترجمه ایست از اشعار کلودل شاعر فرانسوی برای شنوندگان بیان کنند و برای استحضار شنوندگان عرض میکنم که عنوان این قطعه شعر نغمه است. بسیار خب آقای دولفی خواهش میکنم. سرکار چی آماده فرمودید برای بنده 2 تا غزل دارم که یکیشو خودم میخونم، یکیشو هم آقای رضاییان بخونن. بله. اما اون قطعه که خودم میخونم به عنوان صحبتی بفرمایید، یک خاطره یه چیزی مطلبی. بنده خاطره ندارم، اما اگه اجازه فرمایید یه قطعه‌ای دارم که شاید با خوندنش لبی به خنده باز شه. به جای خاطره. خب بله، رنگی بدیم اقلا. خواهش میکنم. بزم. و اون قطعه به عنوان امضاست. امضا. بله. رفت یاری از پی دیدار یار، بود اما یار او اندر سفر. روی گردآلود میز او نوشت، بهر شوخی با سر انگشت خر. روزی او را دید و گفتش آمدم، خانه تو بی تو حزن انگیز بود. گفت آری جان شیرین، در اتاق دیدم امضای تو روی میز بود. بسیار خوب. خب شوخی است. قربان این یه ترجمه نیست، یه شعر فرانسوی مال کدام یکی از شاعران؟ والا نمیدونم از چه شاعری. بله خاطرم نیست چه شاعری اصلا این رو به اصطلاح به زبان فرانسه ساخته. بعداً ممکنه به قول معروف تواردی شده باشه. بله حالا به ذهن بنده رسیده اینو به شعر فارسی در آورده. بله خب شوخی است. بله متشکریم. حالا میپردازیم به شعر جدیتون. خواهش میکنم. سنبل بدوش. سنبل بدوش عنوان غزلی. عنوان همین غزلی که بنده میخونم. آن گل نازک بدن سنبل بدوش انداخته، زن بدوش انداختن خلقی به جوش انداخته. تا پریشان تر کند جمعیت عشاق را، سنبل زلف پریشان را به دوش انداخته. ریختست آن خوشه های ناز را بر دوش خیش، در میان کاروان دل خروش انداخته. با گل رخساره آن شیرین لب سیمین بدن، داغی اندر لاله های گل فروش انداخته. بسیار خوب. بسیار. لعل نوشینش که آب زندگی می پرورد، در رگ می خون غیرت را به جوش انداخته. لعل نوشینش که آب زندگی می پرورد، در رگ می خون غیرت را به جوش انداخته. حاجتی دارد روا هر تاب زلفش، ای دریغ حاجت ما را چرا در پشت گوش انداخته. بسیار خوب. خب آقای رضاییان، سهم شما معلومه. شعر دوم آقای دولفی است. آقای دولفی شما نفرمودید که اشتغالتون چیه؟ بنده دبیر ادبیات دبیرستان البرز هستم. بله. و چند ساعتی هم در دبیرستان رازی درس دارم. پس دبیر هستی؟ بله بله. بسیار بسیار. خب آقای رضاییان. چشم من آمدم. آقای شریف سلامتون. آقای دولفی عنوان این غزل دومتون چیه؟
عنوان این غزل افسر نازه. افسر ناز. بله. اگرچه نیست جز حسرت نصیبم از لب نوشت، اگرچه نیست جز حسرت نصیبم از لب نوشت، ولی هرگز نخواهم کرد از خاطر فراموشت. به گیسوی تو سوگند ای سر زلفت قرار من، به گیسوی تو سوگند ای سر زلفت قرار من، که می رقصد دلم از رقص گیسوی تو بر دوشت. اگر عطر سر زلف تو از سر می برد هوشم، شراب شعر من می سازد ای گل مست و مدهوشت. چه حاجت گر نمی تابد چراغ مه به ایوانم، چه حاجت گر نمی تابد چراغ مه به ایوانم، که روشن می کند شام مرا صبح بناگوشت. نسیم از خاطر خود می برد عطر بهاران را، نسیم از خاطر خود می برد عطر بهاران را، اگر روزی درآمیزد به بوی عطر آغوشت. تو را تا افسر ناز است بر سر ای شه خوبان، تو را تا افسر ناز است بر سر ای شه خوبان، دری دیگر نمی داند غلام حلقه در گوشت. آفرین آفرین آفرین. خیلی متشکریم آقای دولفی و آقای رضاییان و آقای شریف. دوستان و یاران بزم شاعران، کار بزم ما بدینجا پایان میگیرد و ما با یاد شما و با اجازه شما دفتر بزم را میبندیم و به شما روز بخیر میگوییم. خاطرتان شاد
و خانه دلتان آباد باد.